عليه نصلي ونسلم على رسول الله خاتم النبيين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد از ایام حادثه عاشورا قطعا باید از دستاوردها و معانی و آثار و برکات این حادثه صحبت کرد، چون در واقع بعد از حادثه عاشورا فواید و ثمرات و برکاتش رو باید متذکر شد تا راه حسین بن علی علیه السلام ادامه پیدا کند. وقتی که سخن از این موضوع دیده می شود، به این پایه ها چند اصول قطعی و متیقن در حادثه عاشورا بلافاصله در ذهن متبادر میشه که این اصول البته اصول بسیار مهم و اساسی است که باید بهش توجه داشت. یکی زمانشناسی است. انسان خیلی از جاها باید به وظیفش عمل بکنه، اما گاهی اوقات زمان رو از دست میده. از دست دادن زمان در واقع از دست دادن فرصتی است که شاید دیگه امکان جبرانش نباشه. این حادثه‌ای که در سال 61 هجری رخ داد باید در همین زمان رخ میداد. قبلش امکان پذیر نبود، بعدش هم امکان پذیر نبود، چون قبلش در زمان امام مجتبی علیه السلام اگرچه ظلم و ستم و جور هم فراوان بود، اما زمان اقتضا نداشت که این حادثه به وجود بیاد. این زمان در سال 61 هجری به وجود آمد و فرصت مقتضی برای انجام این کار بود. این یک پیامی داره و اینه که انسان وظیفه‌اش رو باید در موقع خاص خودش انجام بده، ولی اگه فرصت بگذره دیگه اون وظیفه هم انجام بگیره دیگه فایده ای نداره. اگر مثلا ما یک کاری رو باید امروز انجام بدیم به فردا موکول بکنیم، اگر کاری رو باید یک سال دیگه انجام بدیم الان انجام بدیم، نه زود بودنش مزیت نه دیر بودنش، بلکه به موقع انجام دادن مهمه. شما بعدا هم میبینید که حضرت زینب سلام الله علیها باید در کوفه اون خطبه رو میخوند. اگر اون خطبه خوانده نمیشد و عبور میشد دیگه در واقع اون روشنگری انجام نمیشد. امام سجاد بعداً باید در شام اون خطبه رو میخوند، ولذا خطبه‌ای که امام سجاد در شام خوند در کوفه خونده نشد، چون زمانش نبود. زمان بسیار مهمه، یعنی استفاده از فرصت‌ها بسیار مهمه. گاهی اوقات ما یک کاری رو باید انجام بدیم اما زمانش میگذره، بعد که وقتی زمان از دست رفت دیگه جبرانش غیر امکانه، غیر ممکنه. در انجام وظایف دینی و وظایف فرهنگی و کارهای فرهنگی کلاً اینجوری است که باید در بازه زمانی خاص خودش اون کار انجام بگیره، و الا فرصت دیگه از دست میره و امکان جبرانش نیست. البته اصولاً استفاده از زمان در اسلام خیلی تاکید شده. فرصت‌ها رو از دست ندید. فرصت‌ها همانند
ابری که از روی سر شما عبور میکنه از دستتون میره. وقتی از دستم رفت قابل برگشت نیست. این البته بحث کلی زمانشناسی است. دیروز که رفت دیگه جبران نمیشه. امروز که رفت دیگه امروز بر نمیگرده. لذا باید از اون موقعیت استفاده بکنیم. نکته بعدی هم در باب زمان اینه که علاوه بر این که اون کار باید در زمان خودش انجام بگیره، خود زمان رو هم ما باید بشناسیم، اوضاع احوال رو بشناسیم، شرایط رو درک بکنیم، دشمنان رو خوب رصد بکنیم، دشمنان رو آنالیز بکنیم، شیوه هاشون، روش هاشون، استراتژی هاشون، اونا رو باید خوب بشناسیم. به همین دلیل امام عسکری علیه السلام میفرماید که العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس. اگر کسی نسبت به زمان خودش عالم باشه و درک درستی داشته باشه، شناخت درستی داشته باشه، مشکلات به او هجوم نمیاره، به او فشار نمیاره، لوابس و بدیها و کجیها به او فشار نمیاره. اما اگه زمان رو نشناسه، ندونه که الان اوضاع احوال چی جوریه، در گذشته زندگی بکنه، شرایط امروز رو درک نکنه، طبیعتا مشکلات بر او مستولی خواهد شد. این دوراندیشی، آینده نگری و توجه به شرایط پیرامونی بسیار مورد تاکیده. آقا امام حسین علیه السلام دید که الان اوضاع اینجوریه که یزید از بین رفته و تمام قراردادها رو هم خودش یک جانبه نقض کرده. از این طرف یک کسی اومده به نام معاویه از دنیا رفته، از یک کسی اومده به نام یزید که یزید هم نه موقعیت اجتماعی داره، نه شرایط و ویژگی‌های لازم رو داره. الان باید اقدام بشه. اگر به بعد موکول بشه فرصت از دست میره. شما ببینید چگونه از فرصت‌ها استفاده کردن امامان ما. اوج و قله توسعه علم در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام. این دو امام ما بیشترین منابع علمی را در حوزه‌های مختلف نشر دادند، به طوری که شیعه را به مکتب جعفری میشناسند. علتش اینه دیگه، چون امام صادق موفق شد دانشگاه بزرگی رو راه اندازی بکنه، بیش از 4000 دانشجو در همه ابعاد مورد نیاز بشر، در همه رشته‌های علوم تجربی، علوم انسانی، علوم پایه، امام صادق دانشجویان مختلفی رو تربیت کرد، از جابر بن حیان گرفته تا شخصیت‌های دیگر فقهی که هر کدامشون یک دانشمند بزرگی بودن. بعد هم امام باقر علیه السلام قبلش، بعدش هم ائمه ادامه دادن. تمام این موفقیت و تمام این دستاوردهای بزرگ ناشی از یک زمان شناسی است. اون زمانش هم این بود که دعوایی بود بین بنی امیه و بنی العباس، در حال انتقال قدرت بودند. بنی امیه در حال انقراض بود، در حال از بین رفتن بود و بنی العباس در حال روی کار آمدن بود. یه خلایی ایجاد شد، فشار حکومت‌ها بر امامان کم شده بود و از اون طرف سختگیری‌ها نبود. امام باقر دید که زمان بسیار زمان خوبیه، الان باید پایه‌ها و مبانی دینی رو تقویت کرد. لذا شما ببینید امام مجتبی خیلی فرصت نداشت. امام حسین علیه السلام در یک بازه زمانی کوتاه کار بزرگی رو انجام داد. امام سجاد باز در زمان خاص خودش باز زمان رو خوب میشناخت که الان دیگه نمیشود خیلی از موضوعات رو مطرح کرد. رفت در قالب بیان موضوعات از طریق دعا که صحیفه سجادیه که در واقع قرآن صامت است. صحیفه سجادیه قرآن صامت. بعد امام باقر و امام صادق از این فرصت حداکثر استفاده رو کردن. بنابراین استفاده از زمان خیلی مهمه. شما اگر واقعا توی تکلیف فردی هم نگاه بکنید، اگر تربیت فرزند تو این بازه زمانی سنی انجام نگیره و بگذره، دیگه از دست رفت. ولذا باید برخی از آموزه ها رو در سن کودکی، برخیش رو در سن نوجوانی، بخشش رو در سن جوانی، در اون موقعیت های خاص باید این آموزه ها رو تعلیم داد. فرصت که از دست بره دیگه امکان انجامش نیست. ولذا امام باقر و امام صادق موفق شدن بخش عمده ای از مبانی دین رو
تشیع رو تحکیم ببخشد و اتفاقا توسعه مبانی علمی برادران اهل سنت هم تو همین بازه زمانی رخ داد. یعنی به برکت یک زمانشناسی که ما واقع امام صادق داشتن، آنقدر مکتب‌های و نهله‌های فکری توسعه پیدا کرد که همین چهار مکتب اهل تسنن که در واقع رهبران و پیروان اصلی دارن، اینا شاگردان زبده امام صادق علیه السلام بودن. همشون در مکتب امام صادق درس خوندن، در مبانی فقهی و مبانی علمی خودشون رو ممحض کردن، بعد صاحب نظر شدن، بعداً توی بحث‌های فقهی اینا نظراتشون نظرات دیگه‌ای شد. پس این یک موضوع بسیار مهمه. خب این چه درسی به ما می‌آموزه؟ ما به عنوان پیروان امام حسین یکی از درسایی که باید بیاموزیم اینه که هر وقتی که احساس کردید یک اقدام شما، یک کار شما تأثیرگذار الان، درنگ نکنید، اون رو انجام بدید. چون اگه فرصت از دست بره، اولا توفیق از شما سلب میشه. نکته بعدی اینه که دیگه فرصت که از دست رفت. الان تقریبا همه مورخان میگن که اگر امام حسین تو اون مقطع زمان این کار رو انجام نمیداد، بعدا انجام میداد، این اثرات رو نداشت، این آثار رو نداشت. پس ما باید تبعیت بکنیم از امام حسین علیه السلام. شما احساس میکنید توی این شرایط، توی این موقعیت باید برای دفاع از مظلومیت اهل بیت توی این سرزمین یک وظیفه رو انجام بدید، کوتاهی نکنید. وظیفه دارید که الان این درس رو بخونید، وظیفه دارید الان این کار رو انجام بدید. به این بزرگترین درسی است که ما باید از امام حسین علیه السلام. نکته بعدی در دائر مدار دین حرکت کردن. این دینی که ما اینقدر تأکید میکنیم، یعنی اسلام به ما تأکید میکنه که از مدار دین خارج نشید، مثل قطب نماست. قطب نما رو شما چگونه در یک بیابان برهوت، در یک اقیانوسی کشتی‌ها میرن، اگر این رو از دست بدن دیگه نمیتونن راه رو پیدا بکنن. دین در واقع قطب نمایی است که به ما نشون میده جهتمون کجا باشه، مسیرمون کجا باشه. تأکید داده بر آموزهای دین ناشی از اینه که اگر ما دین محور باشیم، در واقع مسیر حرکتمون درسته، میدونیم که به مقصد میرسیم. هر گونه فعالیت فردی و اجتماعی و خانوادگی ما باید با محوریت دین باشه، از مدار دین خارج نشه. دین یک شاهراهیه که انسان وقتی توش قرار بگیره با حداکثر سرعت میتونه بره. بیراهه نیست، کجراهه نیست، شاهراه اصلی است که شما اگه توش قرار بگیرید با خیال راحت طی میکنید. یعنی هر چیزی که شما دچار سوال دارید، مطلب دارید، میاد در اشارتی خودتون رو به دین عرضه میکنید، دین پاسخ شما رو میده، در همون چارچوب حرکت میکنید. بعد یکی از کارکردهای دین هم اینه که انسان از دچار اشارت سردرگمی نمیکنه. اون قدیما کشور ما ایران مرسوم بوده، خانم‌ها بعضا میدونن، آقایون هم میدونن، بعضا هنوزم هست. البته یه کسی که خیلی ناراحت میشد میگفت انشالله خدا تو رو به درد چکنم گرفتار بکنه. این یه نفرین بود تقریبا. این درد چکنم یک بیماری صعب العلاجی است. دین انسان رو از چکنم ها و از این درد بیرون میاره. به خصوص دینی که با فطرت ما سر و کار داره، با وجود ما سر و کار داره، با هویت انسانی ما سر و کار داره. اسلام هیچ چیزی نیست جز فطرت. ببینید در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. اون چیه؟ اون وجدانی که ما میگیم، اون فطرتی که ما میگیم، گاهی اوقات عذاب وجدان پیدا میکنیم، معذبیم، اون چیه؟ اون نوای دینه، آواز دینه. آن صدایی که از درون برمیخیزد، اون صدای دینه، چون صدای فطرته. رضا اینجا تو برادر من این نکته رو بگم. اگر یک موضوعی برای شما پیش آمد و واقعا جوابش رو ندونستید، عالمی روحانی کسی نیست که ازشون بپرسید، واقعا وظیفت هم میخواید درست انجام بدید،
میخوای مر یعنی بر اساس دینم انجام بدی، چیکار باید بکنی؟ میگه اول نگاه کن فطرت چی میگه، بعد اون رو منطبق بکن، با عقلت عمل بکن. حتی اگر خلاف عمل کرده باشی دین اون رو قبول میکنه. این خیلی نکته مهمیه. میگه که استخاره میخوای بگیری، که استخاره ما خیلی جا میگیریم. میگه قبل از این که استخاره بگیری استشاره باید باشه، مشورت باید باشه، مشورت ها رو بکن، بعد ببین درون چی بهت میگه، به نوای درون پاسخ بده. اون درون سالم ها، نه درون آلوده خدا نکرده. چون دلت هیچ وقت و اون فطرتت هیچ وقت چیز تو رو به راه بد نمیبره. خودت میشینی به قول قدیمی آکلات و قاضی، وجدان و رو قاضی میکنه، میبینی این کار بدیه، میگه اونو انجام نده. همون دینه. دین چیزی جز خوبی نیست، دین چیزی جز ترک بدی نیست. مجموعه حلال ها یعنی چیزهای خوب، مجموعه حرام ها یعنی چیزهای بد. هیچ چیزی جز این نیست. پس دین محوری و اصل دین نه بدون معناست که شما یک چارچوب خشک بسته باشه، نه. میگه اولا قطب نماییست برای شما، ثانیا شما رو از درد چکنم خارج میکنه، چون انواع و اقسام نظرات وجود داره. شما ببینید الان در هر موضوعی که در نظر بگیرید الا ماشاءالله نظریه وجود داره، مطلب وجود داره. اما میگه شما به یک اصولی پایبندی، به یک اعتقاد داری و عقیده داری و باورمندی، مجموعه رفتار و کردار رو منطبق بکن به اون اصول، عمل بکن، با خیال راحت عمل بکن، هیچ دغدغه نداشته باش. لذا ببینید حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مجموعه فعالیتش رو منطبق کرد با دین. دین به من اجازه نمیده که من بیعت با یزید بکنم، دین به من اجازه نمیده که زیر بار ذلت برم، دین به من اجازه نمیده که مصلحت آینده امت جدم رو امروز از بین ببرم، دین به من وقتی هر جلو لشکریان امام حسین رو گرفت گفت من دیگه اجازه نمیدم شما برید. حضرت عبدالله حسین اونجا متوقف شدن. بعد خود هر دچار یه مشکل شده بود، ذخیره آبشون تموم شده بود. آقای امام حسین علیه السلام هم با کاروانشون تازه از یه منزل اومده بودن، ذخیره آبشون زیاد بود، چون موقع ذخیره آب میآوردن برای خودشون. هر گفت که ما الان آب نداریم، اگه بخوایم یه مقدار مقاومت بکنیم و این خبر به گوش یاران امام حسین برسه شاید ما یه شبیخون بزنن، از نظر نظامی خیلی بد میشد. بعد هر چون ضمیر و باطن سالمی داشت گفت من این خانواده رو میشناسم، این آقا رو میشناسم، این آقا آقای کریمیه، خیلی بزرگواره، میرم بهش میگم ما آب نداریم. شما تو جبهه تو جنگ یک دشمن بیاد از نقطه مقابلش بخواد که آقا ما آب نداریم به ما آب بدید، با کدوم اصول نظامی و جنگی انطباق داره؟ بعضی از فرماندهان بهش گفتن آقا تو بری به امام حسین بگی، ایشون میگه خب پس شما آب ندارید، سربازان دو تشنه هستن، فردا صبح ما یک شبیخون به شما میزنیم، راه رو باز میکنیم میریم به طرف مسیری که می‌خواستیم بریم، یه ضربه هم به شما میزنیم. هر گفته نه، من میدونم اینا چقدر کریمن، اصلا حقانیت حسین ابن علی تو همیناست، تو همیناست. پا شده وقت ملاقات خواست اومده خدمت آقا، گفت آقا سربازان ما به دلیل چند تا مسیر رو اومدیم مذاکره آمون تموم شد آب ندارن، تشنه ای. حالا جلوشو گرفته، مانع شده و وقتی جلوشو گرفته آقا هم یه مقدار باش چیز کرده، یه تقریبا تندی هم باش کرده، چرا جلوی ما رو میگیری؟ سکلت که امک، یه جای اونجا گفته حضرت بهشون مادرت به اعضای تو بنشینه، چرا مزاحم ما میشی؟ میگه نمی‌بینی زن و بچه باید برن منزل بعدی، تو بیابان هم جلوشون رو گرفته. آقا عصبانی بود از دستش، اما با این وجود پا میشه میاد پیش امام حسین علیه السلام، دو زانو میشه میگه آقا جان ما جلوتو گرفتیم قبول داریم، اما همه سربازان ما تشنن، اون تشنن بعد آب نداریم. بلا فاصله درنگ نکرد آقا، بلا فاصله فرمود که عباس جان برو هر چه آب داری به اینا مصرف میکنه. ببین اولا هر فطرتش سالمه، فطرت پاکی داره و در واقع وجدانش رو به کار گرفته، به شناختی هم داره، یک عقبه‌ای داره از این خانواده و از این خاندان شناخت داره. بعد میاد
آقا امام حسین همه آبا رو توزیع کردن، دادن اینا خوردن. بعد همین هور نقل میکنه، میگه که من دیدم که یه پیرمردی بود از سربازان ما که اون دوردست بوده، بهش آب نرسیده بوده یا مثلا چی شده، خود آقا امام حسین با عجله رفته اونجا، بعد خودش زیر سرش رو گرفته، این مشک آب رو گذاشته دهنش، خود داره بهش آب میده. به کی؟ به دشمن. ببینید این اون چیزی است که در درون انسان به انسان میگه ها، وجدان انسان به انسان میگه. این واقعیت ها نمیشه نادیده بگیره. در اندرون من خسته دل ندارم چیزی، هیچ درونی نیست که انسان را به باطل هدایت بکنه، همش به خوبی. منتها ما این درونمون رو آلوده میکنیم با گناهان مختلف، با رفتارهای نامناسب. وقتی آلوده شد، حضرت عیسی ابن مریم علیه واراف التحیة و الثنا داشت عبور میکرد با حواریونش، یه چند نفر بیادب اومدن و خلاصه میگم اومدن شروع کردن بهانت کردن بهشون. شما چه هستی، فحش بد و بیرا ناسزا. که البته ما از این نمونه‌ها در زندگی ائمه‌مون فراوون داریم. حضرت عیسی ابن مریم شروع کرد به اینکه ان شاءالله خدا هدایتتون کنه. خودشون حواریون ناراحت شدن، حواریون که اطراف حضرت عیسی بودن اومدن جلوتر به آقا اعتراض کردن، آقا تو که به ما اجازه نمیدیم، بی‌ادبی کردن اینا، بد و بیرا گفتن، فحش گفتن، نکته خیلی ضعیفه. بعد شما به جای اینکه مثلا برخورد بکنی داری بهشون اشاد نصیحت میکنی. آقا فرمودن که اونا گناه ندارن، اونا مقصر نیستن. میدونید چرا اونا حرف بد میتونن بزنن؟ به خاطر اینکه درونشون آلوده است. چون درونشون آلوده است از زبانشون بروز میکنه. از کوزه همان تراود که دروز. من درونم چیز بد ندارم ولی نمیتونم فحش بگم. ببینید نمیتونم فحش بگم. انسان سالم، انسانی که ضمیرش پاکه، اصلا نمیتونه بد بکنه، کارش نیست. اون چون بده بد میکنه و من چون بد نیستم و درونم پاکه. بفرمایید اینجا استفاده دارم. یا الله. پس این نکته دوم که ما باید از امام حسین یاد بگیریم که درونمون رو پاک بکنیم، فطرتمون رو پاک بکنیم. و اگر فطرتمون و درونمون پاک بشه، خود به خود به طرف دین کشیده میشیم. دین چیزی جز زیبایی نیست، دین چیزی جز خیر نیست. دین تماما خیر است و صلاح است و فلاح است و رستگاری برای پیروانش. شما اگر میبینید دینی یه مقدار شما رو داره به زحمت میندازه، شک بکنید در اون آموزه ها. اصلا دین ما دین تساهله، دین تسامحه. اصلا قرآن به صراحت میگه ما اومدیم که سختی ها رو برداریم، ما اومدیم که مشقات رو برداریم. حتی اگر به شما میگیم مثلا نماز بخونید، اینم باز برای سعادت خودتونه. اونقدر دین زیباست، اونقدر قشنگه که شما مصادیقش رو فقط در امامان معصوم میتونید ببینید که در اوج قله دین ایستادن. خب اگر چنین دین رو آدم در زندگی خودش خوب بشناسه و در تمام شؤونات زندگی عمل بکنه، تو مسیر تکامل و سعادت گام برمی‌داره. پس دین محوری یکی از پیام‌های عاشوراست برای ما که باید بهش توجه بکنیم، دینمون رو بشناسیم. از آیت الله بهجت سوال کردن که آقا آقای بهجت برای یکی از انسان‌هایی است که تو قله بوده دیگه، تو قله بوده، که آقا ما نسبت به تکالیف دینمون چیکار بکنیم؟ گفت هیچ کاری نیاز نیست بکنید، فقط حلال خدا و حرام خدا رو، این دوتا رو انجام بدید، بقیه چیز هیچ نیاز نیست. البته هرچی بیشتر شما مستحبات انجام بدید، کارهای بله هرچی از این ذخیره عظیم شما بتونید استفاده بکنید، خوشا به حال خوشا به حال شما، خوشا به سعادت شما. اما همین حداقل حرام خدا رو و حلال خدا رو رعایت بکنید. این انواع شبهناکه، مال من نیست، بهش تصرف نکنید. این کار بده، دروغ نگم، تهمت نزنم، همین. برزا نمی‌اید توصیه بکنه که انقدر نماز شب بخونید، انقدر چه بکنید. ذات دین و اصل دین همین رعایت حلال و حرام الهی است. پس اینم درس دوم. نکته بعدی به هر حال انسان مداری است.
شما ببینید این خیلی مهمه. انسان خیلی جایگاه رفیع و بلندی داره. گستره انسان نزد ذات باری تعالی اونقدر بزرگه و اونقدر وسیعه، اصلا محدودیت بر انسان نمیشه قائل شد. انسان آزاد آفریده شده و آزادانه باید زندگی بکنه و بجز این که مجدداً به خدای خودش وصل بشه هیچ مقامی در خور شایسته او نیست. اونقدر جایگاهش بلنده که باید برگرده به خدا. لذا انسان کرامت داره، انسان عزت داره، انسان دارای جایگاه بسیار بلندی است. لذا شما تو آموزه‌های دینی ببینید که رسول گرامی اسلام توی همه زمینه‌ها نسبت به انسان یک احترام خاصی قائل بود و در همه جا توصیه‌های لازم رو کرده. اصلا فرقی هم براش نمی‌کرد که دین داشته باشن یا نداشته باشن. این اخلاق رسول اکرم رو که زیاد میگن دسته‌بندی کردن که توسعه اسلام به 3 عنصر اصلی بستگی داره دیگه. البته این دسته‌بندی اولیه است که به عنوان سمبل میگن اخلاق رسول خدا، شجاعت و صولت و مجاهدت علی بن ابی طالب و ثروت و پشتیبانی اقتصادی حضرت خدیجه سلام الله علیها که در ترویج دین مبین اسلام خیلی تأثیر داشتن، نقش داشتن. چرا اخلاق مدار بود رسول گرامی اسلام؟ چون هر انسانی را به ماهو انسان براش ارزش قائل بود. میگفت میرفتم مسجد میومدم، یه روز که داشتم میرفتم یه وقت دیدم که یه دفعه چیزی افتاد رو سرم. نگاه کردم دیدم که یک سطل مثلا یک بسته آشغاله ریخت رو سرم. نگاه کردم بالا دیدم یه نفر ایستاده، یک لبخند و خنده کرد و رفت. من رفتم مسجد و فردا اومدم همونجا که رد بشم دوباره دیدم یه چیز افتاد رو سرم. نگاه کردم که شکمبه اشارت که یک حیوانیه، حالا با همون آلودگی هاش. بازم نگاه کردم همون مرد است. رسول اکرم میگه من برگشتم، لباسامو عوض کردم، نظافت کردم، رفتم مسجد. پس فردا، حالا جالب راه رو عوض نمیکنه. خب شما وقتی مسیر میری میبینی که اینجوری اتفاق میفته، خب مسیر داره، نه راه رو عوض نمیکنه. میگه به طوری که روز 4 وقتی اونجا میرسیدم خودم آماده میکردم الان یه چیزی میفته. بعد دیدم نه یه چیزی نیفتاد، عبور کردم. پس فردا رفتم اونجا، حتما اتفاقی افتاده. در زدم که شما اینجا کی هستید خونتون اینا؟ دخترکی اومد گفت که بابام و بچه‌ها اینا مال فلانی هستیم. گفت بابا چیکار؟ گفت بابام مریضه که 2 روز تو بستر افتاده. گفتم پس اون کار رو انجام نمیده چون مریض بود. بلافاصله رسول اکرم دیگه اومدن، که 2 تا از رفقا رو گفتن، یه هدیه گرفتن، حالا هدیه متناسب به اون زمان. گفت بریم به عیادت یکی از برادرانمون. شما تصور بفرمایید که سلمان میگه که اگه اشتباه نکنم سلمان میگه که من در چهره رسول خدا یک حالت شادی و نشاط دیده بودم که انگار میخواد بره که از دوستان قدیمیشو مثلا ملاقات بکنه. پشت سر رسول اکرم آمدیم رفتیم در همین خونه. حالا این خبرش هم پیچیده بود، تقریبا خیلی از اهل مدینه میدونستن. بعد ما پیش خودمون گفتیم بابا این همون کسیه که اینم اهانت میکرد، بد و بیرا میگفت، میشناسیمش، یک یهودیه. رفتیم تو خونش. اصلا وقتی رفتیم رسول اکرم به روش که نیاورد هیچی، اونچنان برخورد میکرد که برادر کجایی، مدتی به ما خبر ندادی، شما مریض بودی اطلاع به ما میدادی. کنارش نشست، اصلا انگار نه انگار. چون آقایی و بزرگی آن نیست که شما یک کار بدی اگر فرد کرده جواب بد ندی، نه جواب خوب بدی. ببینید انی بعثت لاتمم مکارم اخلاق. این مکرمت اخلاقی است، نه خود اخلاق. اخلاق یعنی این که کار بد رو نکنیم، کار خوب رو انجام بدیم. اینو که هر کسی میدونه. میگه نه این جز آموزهای اسلامی نیست. همه مکتبا اینو میگن کار بد بده، کار خوب خوبه. این اخلاقه. دروغ بده، راستی خوبه.
میگه مکرمت اخلاقی، یعنی یک مرحله بالاتر. اگر طرف به شما بد کرده، اخلاق اینه که شما کار بد نکنی، ولی نه در حق اون کار خوب بکنی. این میشه مکرمت اخلاقی. این آموزه دینی ماست. اگر او از سر جهالت کار بد انجام داد، شما نه تنها انتقام نباید بگیری، بلکه باید نسبت به او کار خوب بکنی، نسبت به او نگاه مثبت داشته باشی، مثلا به روش هم نیاری. حالا در مرحله عرفان که برسیم، عرفان اسلامی میگه تو مخیلت هم نباید بری، یعنی بلافاصله ذهن پاک کن، فقط با خدا معامله بکن، که این کار خیلی سختیه. چون یکی از ویژگی های انسان عاشق اینه که بدون حساب کار میکنه. انسان عاشق اگه کسی که عاشق شد حساب دیگه نمیکنه، با خداش معامله نمیکنه، چرتکه بزنه کار خوب کردم. رسول اکرم اومده کنارش انگار نه انگار. بعد این دخترک نقد میکنه دخترش، چون عملکرد پدرش رو میدونست دیگه، میگه دیدم بابام خیس عرق شده از شدت خجالتی. بعد هم اونجا این پا اون پا کرده، گفت یا رسول الله بس دیگه، ما شرمنده شدیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس اینم یه نکته دیگه است که باید از حادثه عاشورا واقعه کربلا درس بیاموزیم و یاد بگیریم، نسبت به همکیش خودمون، نسبت به هموطن خودمون، نسبت به بستگان خودمون که سرجا خودش محفوظ، نسبت به حتی دیگران، کسانی که نسبت به دین ما، اعتقاد ما، باور ما شک دارن، تردید دارن، اهانت میکنن، ما نباید، حق نداریم نسبت به اونها بدی بکنیم. این جزء آموزه های دینی ماست. نمونه‌هاشو گفتم. حالا ما متاسفانه در حادثه عاشورا خیلی اشارت که اون صحنه‌های جنگ رو ترسیم نکردیم، خوب باز نکردیم، آنالیز نکردیم. اصلا حضرت عبدالله حسین وقتی که حمله میکرد به قصد کشت حمله نمیکرد، به قصد فرار اونها حمله میکرد. اونها بیگونه حمله میکرد که اونها فرار بکنن. فراوان توی تاریخ هست. اینا ریاهاییست که تو حادثه عاشورا وجود داره. مگر امام حسین اگر بندی کار جام بده و از اون قدرت آسمانی خودش، چون میدونید که ائمه ما دارای دو تا شخصیتن، یک شخصیت آسمانی ملکوتی و یک شخصیت ملکی که در میان مردم هستن. امام معصوم چنین جایگاهی داره. اگر امام میخواست از اون قدرت ملکوتی خودش استفاده بکنه، به راحتی میتونست در این جنگ پیروز هم بشه، اما این بر مبنا نیست. اصل این است که بر مبنای اون چرا که عقل و مسائل مادی و طبیعی زندگی هست عمل بشه. رضا عبدالله حسین علیه السلام در خیلی از جا فرد رو میدید که یه ضربه خورده مجروح شده افتاده، بلافاصله پیاده میشد، بلندش میگه برو دیگه نمیخواد با ما بجنگی، چرا با ما میجنگی؟ و این رو اتفاقا یکی از چیزایی بوده که در شب عاشورا به یارانشون گفت که ما نیومدیم اینجا که افراد رو بکشیم چه بکنیم، اینا دنبال این چیزا هستن. بنابراین اصلاح به راه راست هدایت کردن که خود حضرت میفرماد امر به معروف، اینها اصل است. حالا اگر چاره ای نباشد جز آن که یک شدتی به یک خشم نشون داده باشد، اون بحث دیگه است. خود قرآن هم چی میگه؟ قرآن اصلا این رو باید